ربک فارغب. اگر میخوای از کارها برکت و بهره ببرید، باید اون کارها رو رنگ و بوی خدایی بهش بدید. حتی اگر معلم زبان انگلیسی هستید، معلم نقاشی و طراحی هستید. یه زمانی استوانه‌های قدیم وقتی مسجد درست میکردن، خودش با کارگراش میرفتن وضو میگرفتن، خشتای مسجد رو میگذاشتن. ولی امروز مهندس تو مسجد هم داره محراب رو تنظیم میکنه، سیگارش رو دود کرده. خیلی چیزها به هم خورده. یک توبه جانانه لازمه. و الی ربک فارغب. تو هر کاری مشتاق و راغب الی الله باش، راغب به سوی پروردگارت باش. لنهدینهم سبلنا. جالبه که خداوند میگه ما راههای منتهی شده به خودمونو نشونش میدیم، باز میکنیم براش. مگر راه رسیدن به خدا یک راهه؟ صدها و هزارها راهه. حتی یه لبخندی که یک غمی و یک باری را از برادری سبک بکنید، یه لبخند، اینم یکی از راههای رسیدن به خداست. تبسمک فی وجه اخیک صدقه. یه لبخند تو صورت برادرت بزنید، یه حرف خیری، جواب سلامش درست بدید، مصافحه درست باش بکنید. اینا همه راههای رسیدن به رضای خداست. پس یک راه نیست. نماز یک از راه هاست، روزه یک از راه هاست، زکات یک از راه هاست، صدقه یک از راه هاست، نوازش یتیم یک از راه هاست، علم یک از راه هاست، مهمان نوازی، سخاوت، شهامت و کاری به کافر و مسلمان نداره. انسان 3 تا رحم داره، انسان 3 تا برادر و خواهر داره. یک خواهر خویشاوندی، برادر و خواهر خویشاوندی، 2 برادر و خواهر همکیش و مسلمان، و 3 برادر و خواهر هم نوع و انسان کافرم باشه. شما میدونید این حصاری که بر غزه ایجاد کردن 3 سال الان، تو این کشتی آزادی 600 نفر بودن تو یک کشتی. حتی یهودی هم بودن، از اروپا بودن. امروز دوباره یک کشتی از ایرلند حرکت کرده برای فک حصار غزه. و ترکیه واقعا هزینه کرد، 9 نفر از جواناشو هزینه کرد. دنیا که الان بلند شده، تو شبکه ها نگاه بکنید که چطوری همش وقتی صحبت از غزه میشه صحبت از اردوغان میشه، وقتی صحبت از ترکیه میشه. سبحان الله، ترکیه داره میره با این حرکتش که دوباره قطب جهان اسلام بشه، یک اسلام مدرن و زیبا و جذاب و متناسب روز. هنوز 2 میلیون خورده ای مسلمان ترک زبان عثمانی ها در کشور آلمان هستند که چند سال پیش خود آلمان تلاش میکرد که اونها رو بیرون بکنه. تا قلب اروپا پیش رفتند. من رمضان گذشته، نه رمضان قبلش، یکی از شبها پخش میکرد سفره افطاری در استانبول و شبکه الجزیره نشون میداد که شهرداری استانبول سالن رو ایجاد کرده بود، افطاری برای عموم، خیلی منظم. بعد یک مصاحبه کرد با یکی از اونها، گفت که اتحاد اروپا اگر میخواد ترکیه رو بپذیره که جزو اتحادیه اروپا بشه، این بار دیگه اگر میخواد ما رو بپذیره، ما با حجاب زنهامون باید ما رو بپذیره. دیگه ما حجاب زنهامون نمیذاریم که خواهش میکنم ما رو بپذیرید، باشه زنهامون بی حجاب باشن. اگر میخواد بپذیره، ما رو با رمضانمون باید بپذیره، با نمازمون، با روزمون، با اخلاقیاتمون باید ما رو بپذیره. جوانای عزیز، خصوصا اکثر این جمع دانشجوها هستن. 4 تا جهاد، 5 تا جهاد داریم. آخر آیه میگه و این الله لمع المحسنین. هر کسی که نیکوکار باشه، نگفته عرب باشه، عجم باشه، حاکم باشه، محکوم باشه، تاجر باشه، فقیر، نه. و این الله لمع المحسنین والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و خداوند همراه نیکوکاران است.